سلام دوستان عزیز، باز خوش آمدید با یک برنامه دیگر ما از یوتیوب چینل طبابت یونانی فروغ. ما امروز یک نسخه جدید را برای شما به معرفی میگیریم که این معجون مخصوص به خاطر تقویت جسمی و جنسی آقایان می باشند که در ظرف 15 روز برایشان نتیجه خوب میده. دارای 8 ترکیب می باشه که من ترکیباتش به شما معرفی میگیرم. پودر دارچین می باشه 10 گرم، پودر سنجد 20 گرم، قرص کمر به اندازه 30 گرم، پودر زنجفیل 10 گرم، پودر میخک 10 گرم، پودر جنسنگ 15 گرم می باشه و عسل خالص خوب طبیعی به اندازه 250 گرم، شیره خرما 30 گرم می باشه که اینا رو با هم ما ترکیب می سازیم به خاطر همین تقویت جنسی و جسمی آقایان که از استفاده بکنن. انشاءالله ظرف 15 روز برشان نتیجه خوب میده. و طریقه استعمال اینا چی رقم می باشه؟ از طرف صبح یک قاشق غذاخوری در یک گلاس شیر میندازن، قبل از غذا نوش جان میکنن که مخصوص به می ترکیب دوایشان استفاده بکنن، نتیجه خیلی خوب و عالی میگیرن. اینا رو خوب با هم مخلوط میکنن و از طرف صبح یک قاشق غذاخوری به یک گلاس شیر اضافه میکنن و نوش جان میکنن.